امروز این را برای حفاظت خداوند از خانواده‌تان دعا کنید. بخش اول، تعمق کلام خدا و اهمیت دعا برای خانواده. امروز صبح مزموری به ذهنم رسید که مایلم ابتدا آن را با هم بخوانیم و سپس با یکدیگر دعا کنیم. این مزمور 91 است. بخشی بسیار آشنا، اما من می‌خواهم به طور خاص روی خانواده تمرکز کنم. این یک دعای ویژه برای خانواده است. کلام خدا میگوید: آن که در پناهگاه آن متعال مأوا گزیند، در سایه آن قادر مطلق استراحت خواهد کرد. درباره خداوند خواهم گفت: او پناهگاه و قلعه من است. خدای من که به او توکل دارم، یقیناً او تو را از دام صیاد و از طاعون مهلک نجات خواهد داد. او تو را با پرهای خود خواهد پوشاند و زیر بالهایش پناه خواهی یافت. وفاداری او سپر و جوشن تو خواهد بود. تو از وحشت شب نخواهی ترسید و نه از تیری که در روز پرواز می کند، نه از طاعونی که در تاریکی راه می رود و نه از بلایی که در نیم روز ویران می سازد. اگرچه 1000 نفر در کنار تو بیفتند و 10,000 نفر در دست راست تو، اما به تو نزدیک نخواهد شد. تو تنها با چشمان خود مشاهده خواهی کرد و مجازات شریران را خواهی دید. اگر بگویی: خداوند پناهگاه من است و آن متعال را مأوای خود سازی، هیچ بدی به تو نخواهد رسید و هیچ بلایی به خیمه تو نزدیک نخواهد شد. زیرا او به فرشتگانش درباره تو فرمان خواهد داد تا تو را در تمام راه‌هایت محافظت کنند. آنها تو را بر دستان خود بلند خواهند کرد تا پایت به سنگی نخورد. تو بر شیر و افعی قدم خواهی گذاشت، شیر ژیان و اژدها را پایمال خواهی کرد. خداوند میگوید: چون او مرا دوست دارد، او را نجات خواهم داد. از او محافظت خواهم کرد، زیرا نام مرا میشناسد. او مرا خواهد خواند و من به او پاسخ خواهم داد. در تنگی با او خواهم بود، او را رها خواهم ساخت و گرامی خواهم داشت. با طول عمر او را سیر خواهم کرد و نجات خود را به او نشان خواهم داد. این وعده خدا برای ما در کتاب مقدس است و من می‌خواهم امروز صبح کمی روی آن تأمل کنیم. کلام خدا هرگز نمی‌تواند شکست بخورد، زیرا خدا نظرش را عوض نمی‌کند. خدا در چندین آیه از کتاب مقدس یک چیز را بسیار روشن می‌کند و آن این است که او به محافظت از کسانی که دوستش دارند متعهد است. او به عنوان ایمانداران به حفاظت از ما متعهد است. مزمور 121 آیه 8 میگوید: خداوند آمدن و رفتن تو را پاسداری خواهد کرد، از اکنون تا ابدالآباد. و آیه 11 مزمور 91 که همین الان خواندیم میگوید: زیرا او به فرشتگانش درباره تو فرمان خواهد داد تا تو را در تمام راه‌هایت محافظت کنند. لوقا 10:19 میگوید: اینک به شما قدرت میدهم که بر مارها و عقربها و بر تمام قدرت‌های دشمن گام بردارید و هیچ چیز به هیچ وجه به شما آسیبی نخواهد رساند. من به خصوص تأکید بخش پایانی آیه 10:19 لوقا را دوست دارم. هیچ چیز به هیچ وجه به شما آسیبی نخواهد رساند. و این موضوع نه تنها به شما، بلکه به هر چیزی که به شما مربوط می شود، از جمله خانواده‌تان اشاره دارد. می دونید، وقتی زمان می گذاریم و تا اینجای زندگیمان را نگاه می کنیم، متوجه می شویم که زندگی یک هدیه است. خیلی وقتها وقتی به این فکر می کنم که خدا چگونه در طول این سالها مرا تا این مرحله از زندگیم حفظ کرده است و بسیاری از دوستان و خانواده را به یاد می آورم که در طول مسیر از دست رفتند. من معتقدم همه ما شهادت‌ها و تجربه‌های زیادی داریم. خداوند قوم خود را حفظ می کند و به وعده‌اش وفادار است. با این حال، علی‌رغم اینکه خداوند ما را حفظ می کند، معتقدم ما نیز باید در مورد محافظت از خود و خانواده‌مان بسیار مصمم و با برنامه باشیم.
کتاب مقدس درباره ایوب به ما میگوید مردی که به دعا کردن برای خانواده‌اش معروف بود، به این شناخته میشد که فرزندانش را در شفاعت‌هایش قرار میداد و حتی به نیابت از آنها قربانی میکرد که مبادا علیه خدا خطایی کرده باشند. من معتقدم ما به عنوان والدین، مادران، پدران، برادران و خواهران باید با همین نگرش ایوب زندگی کنیم. دعاهایی که متعهد میشویم برای خانواده‌هایمان بخوانیم، کارهای بسیار بسیار بزرگی برای آنها انجام میدهند. دعا راهی دارد که جلوتر از شما حرکت میکند و شما فرزندان و خانواده‌تان را پوشش میدهد، حتی مدتها بعد از اینکه دعا کرده اید. شما حتی ممکن است ندانید که این به خاطر دعای شما بوده است، اما به من کمک کنید و باور داشته باشید دعا سخن میگوید. دعا ما را محافظت میکند، بدیها را دور میسازد و امور روحانی را وارد دنیای مادی میکند. فرشتگانی که مسئول ما هستند با دعاهای ما به کار گرفته میشوند. ما اصلا نمیتوانیم از سپردن خانواده‌هایمان به دستان خداوند غافل شویم و این اساساً همان کاری است که هنگام دعا انجام میدهیم. ما کنترل زندگی و موقعیت‌های اعضای خانواده‌مان را به خدا واگذار می‌کنیم. ما از خدا می‌خواهیم که وارد زندگی ما شود و چه کسی بهتر از او برای مداخله، کسی که متعهد به امن نگه داشتن ماست. پس امروز صبح از شما دعوت می‌کنم که دعا برای محافظت از خانواده‌تان را به یک کار روزانه تبدیل کنید. این نباید فقط یک بار انجام شود، بلکه باید یک سبک زندگی باشد. باید هر روز باشد. بگذارید امروز همان روز اول باشد. بیایید دست در دست هم بگذاریم و امروز صبح با هم دعاهای حفاظتی را برای اعضای خانواده‌مان بخوانیم و نظاره‌گر باشیم که خدا چگونه وارد شرایط و موقعیت‌های آنها می شود. اگر برای شروع آماده هستید، بیایید با هم دعا کنیم. پدر آسمانی، از تو برای کلماتی که امروز صبح شنیدم سپاسگزارم. از تو ممنونم که مرا با این پیام برکت دادی و چشمهایم را گشودی تا یک بار دیگر ببینم چقدر مهم است که خانواده‌ام را تحت حمایت تو قرار دهم. سپاسگزارم که آنقدر ما را دوست داری که این حقیقت را به من نشان دادی و امروز قلبم را به سوی آن جلب کردی. پدر جان، من همچنین برای زمانهایی که در انجام این کار غفلت کردم و با این حال تو همچنان من و خانواده‌ام را ایمن نگه داشتی تشکر می‌کنم. حتی در لحظاتی که آنقدر که باید هوشیار نبودم. حتی در فصل‌هایی که آنطور که باید با تعمد و اصرار دعا نمی‌کردم، اما تو وفادار ماندی. تو ما را نظاره کردی، تو از ما پاسداری کردی، تو ما را حفظ کردی. پدر جان، سپاسگزارم برای رحمت‌هایی که در آن زمان حتی متوجهشان نشدم. ممنونم برای خطراتی که پیشگیری کردی و من هرگز آنها را ندیدم. ممنونم که پدری وفادار بودی حتی وقتی که من در دعا وفادار نبودم. پس امروز پدر، من با اراده و تعمد به حضور تو می آیم. از تو می خواهم که خانواده‌ام را پوشش دهی. تک تک ما را زیر سپر حفاظتی خود بیاوری و بگذار دست تو به شکلی قدرتمند بر ما قرار گیرد. بگذار حضورت در هر جایی که می رویم ما را احاطه کند. همین الان مزمور 91 را بر خانواده‌ام اعلام می کنم و بر پایه تک تک وعده های آن کتاب مقدس می ایستم. من اعلام می کنم که ما در پناهگاه آن متعال ساکنیم و زیر سایه آن قادر مطلق مأوا داریم. من حکم می کنم که ما زیر بالهای تو پوشیده، محفوظ و پناه گرفته ایم. مهم نیست چه چیزی در مسیر ما قرار گیرد. ما در ترس زندگی نخواهیم کرد، زیرا تو با ما هستی. ما از وحشت شب یا از گرفتاری هایی که در روز قدم میزنند ترسان نخواهیم شد، زیرا توکل ما به توست. پدر آسمانی، من اعلام می کنم
که حصار حفاظتی تو خانواده‌ام را از هر سو احاطه کرده است. از تو می‌خواهم به فرشتگانت درباره ما فرمان دهی تا ما را در تمام راه‌هایمان حفظ کنند. بگذار فرشتگانت اعضای خانواده‌ام را در هر کجا که هستند پاسداری کنند، چه در خانه، چه در جاده، چه در محل کار، چه در مدرسه یا هر جای دیگر. بگذار آنها توسط آسمان محافظت شوند. بگذار هر تله دشمن شکست بخورد. بگذار هر خطر پنهانی آشکار و برطرف شود. پای ما به سنگی نخواهد خورد. هر سختی و مشقتی که دشمن برای امروز برنامه ریزی کرده است به نام عیسی لغو و نابود می شود. پروردگارا، ما به عنوان یک خانواده بر هر چیزی که دشمن امروز تلاش می کند علیه ما بیاورد گام برمی داریم. هر دام، هر نقشه، هر دستکاری، هر حمله و هر ابزار تاریکی همین حالا به نام عیسی مسیح در هم می شکند. هر چیزی که در مسیر ما علیه ما قرار داده شده به قدرت خدا نابود می شود. زیرا کلام تو در اشعیا 54:17 می گوید: هیچ سلاحی که علیه تو ساخته شده کارگر نخواهد افتاد و هر زبانی را که در مقام محاکمه علیه تو برخیزد محکوم خواهی کرد. این است میراث بندگان خداوند و پارسایی آنان از جانب من است. این است کلام خداوند. پدر جان، این میراث ما در توست و ما امروز بر آن می ایستیم. هیچ سلاحی که علیه خانواده من ساخته شده کارگر نخواهد شد. هیچ سخن شرورانه‌ای که گفته شده پابرجا نخواهد ماند. هیچ نقشه تاریکی موفق نخواهد شد و هر زبانی که علیه ما برخیزد به اقتدار کلام تو محکوم است. خانواده من و من همچنین بر کلام تو در تثنیه 31:6 می ایستیم که می گوید: قوی و شجاع باشید، نترسید و از آنها هراسی نداشته باشید، زیرا خداوند خدای توست که با تو می آید. او تو را رها نخواهد کرد و تو را ترک نخواهد نمود. پس امروز پروردگارا، ما انتخاب می کنیم که در تو قوی باشیم. ما به جای ترس شجاعت را انتخاب می کنیم، به جای هراس ایمان را و به جای اضطراب اطمینان را برمیگزینیم، زیرا می دانیم که تو با ما می آیی. پدر آسمانی، من همچنین امروز بر معیشت و روزی ما برکت می خوانم. بیزینس ما، حرفه ما و هر منبعی را که از طریق آن برای خانواده من روزی فراهم می کنی به حضور تو بلند می کنم. حفاظت تو را بر آنها نیز حکم می کنم. دشمن از طریق معیشتمان به خانواده من دسترسی پیدا نخواهد کرد. هیچ آسیبی به منبع زندگی ما نخواهد رسید. هیچ حمله‌ای علیه کار ما موفق نخواهد شد. هیچ نقشه دشمن علیه امور مالی ما پابرجا نخواهد ماند. دعا می کنم که دسترنج دستهای ما را حفظ کنی. کاری را که انجام می دهیم برکت دهی. ما را از زیان، از کار شکنی و خرابکاری، از فریب و از هر گونه کمبودی که ریشه در تاریکی دارد محفوظ بداری. بگذار دست تو بر تمام آنچه به تأمین ما مربوط می شود قرار گیرد و بگذار آرامش بر آن فرمانروایی کند. همچنین امروز صبح بر سلامتی خانواده‌ام برکت می‌خوانم. بر هر بدنی سلامتی می‌خوانم. بر هر نقطه ضعیفی قدرت می‌خوانم و بر هر درد، هر بیماری، هر ناراحتی و هر مشکل پنهانی بهبود و احیا می‌خوانم. ما امروز توسط دست قدرتمند تو محافظت شده ایم. به نام عیسی مسیح ممنونم که دعاهای مرا شنیدی و به آنها پاسخ دادی. از تو برای حفاظتت و برای وفاداریت ممنونم. سپاسگزارم، زیرا می‌دانیم که تو از پیش جلوتر از ما حرکت کرده ای و امروز همه چیز را برای ما فتح نموده ای. جلال، عزت و ستایش شایسته نام قدوس تو باد. در نام عیسی دعا می‌کنم. آمین.